سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حال همگیتون عالی باشه. من شمیم هستم. به کانال من خوش اومدید. ممنون میشم قبل از هر چیزی سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید تا هر آموزشی که میذارم اولین نفر شما بتونید اونا رو ببینید. خب امروز قراره که با هم دیگه یه اکسسوری زیبا رو ببافیم که حالا میتونید شما مثلا اونا رو به عنوان حالا گردنبند، دستبند استفاده کنید. و خب کاربردی که من الان میخوام بهتون یاد بدم یه تله سر بسیار زیبا و جذابه که خیلی هم ترند شده این روزا. امیدوارم که دوست داشته باشید. خب نخواهی پیشنهادی من خودم با اپرا دارم میبافم بچه ها که قلابم باید 1.50 باشه، ولی چون قراره من از این نخ استفاده کنم به صورت دولا، شماره قلابم بزرگتر انتخاب میکنم. نخی که حالا تو دسترس همگیتون باشه نخ آلیز دیوار هستش، ولی اگر هیچ کدوم اینا رو نداشتید با هر نخی که شما داشته باشید میتونید این کار زیبا رو ببافید. خب نخم رو من ابتدا یه دونه گره خفت میزنم و شروع میکنم به 6 تا زنجیره زدن. 3 4 5 و 6. اولی و آخری رو به هم دیگه وصلش میکنم. خب الان من 3 تا دونه زنجیره میزنم و شروع میکنم توی این حلقه که ایجاد شده به 4 تا پای بلند نبافته. بچه فقط دقت کنید پای بلندمون باید همقد این 3 تا زنجیره هامون باشه. 1 2 3 و 4 تا پای بلندو که زدم همه رو با هم دیگه یکی میکنم. یه دونه زنجیره میزنم، دوباره همینجا شروع میکنم به پای بلندهای نیمه. ببینید یعنی فقط از 2 تاش عبور میکنه نخم قلابم. ببینید فقط 2 به 2. 3 بار، 4 بار، 5 بار و 6 بار. 6 بار این کار رو انجام میدم. بافت من چون بافت تونسی هستش به یک بار بیرون نمیارم. این رو 2 به 2 اولی که از یه دونه حلقه میارم بیرون، بقیه رو ببینید 2 به 2 من قلابم رو بیرون میارم. به انتها که رسیدم 3 تا زنجیره میزنم، 2 و 3. کارم رو برمیگردونم. بقیه حالا رج بعدم رو کلا رجهای بعد رو توی اون 3 زنجیره که از رج قبل داشتیم میبافیم، یعنی توی این حلقه من شروع میکنم به بافته 4 تا پای بلند نبافته، 4 تا همه رو با هم دیگه یکی میکنم. یه دونه زنجیره میزنم، دوباره همین کنار همین حلقه‌ای که دارم پای بلندهای نیمه 6 عدد میبافم. 2 3 4 5 و 6. ششمی و 6 تا پایه. اولی رو یه دونه بیرون میارم و ما بقیه رو 2 به 2 رد میکنم. خیلی بافت شیرین و جذابی داره. من خودم خیلی دوستش دارم و فوق العاده کارهای قشنگی رو به ما میده. خب پس دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم توی دقیقاً رج بعد توی این 3 تا زنجیره که هر رج ما میبافیم این کار رو تکرار میکنیم.
خب من یک بار دیگه دختر رو انجام میدم این کار رو. 3 تا زنجیره رو میزنیم، کار بر میگردونیم. 3 تا زنجیرمو که زدم کارمو بر میگردونم، دوباره تو 3 تا زنجیره از رج قبل شروع میکنم به 4 تا پای بلند نبافته. بعد همه رو رد میکنم، یه زنجیره میزنم و 6 تا پای بلند نیمه. 2 3 4 5 و 6. خب از توی اولی یه دونه، از مابقی 2 تا قلابم رو رد میکنم. بچه اگه قلاب ظریف‌تری بردارین خب یه کار منسجم‌تری به شما میده. من قلابم یه مقدار درشته که فقط بخوام این رو خیلی خوب توی دوربین به شما نشون بدم که به چه صورت بافته میشه و همین کار رو تکرار میکنیم که من با قلاب ظریف‌تر این رو بافتم. ببینید چقدر زیبا میشه و انتها و ابتدای کارم رو زنجیره بافتم. حالا میتونید اون قسمت هایی که زنجیره، حالا مثلا ابتدای کاره، اگه نخ اضافه نذاشتید میتونید شروع کنید و از همینجا نخ رو دوباره بس کنید و زنجیراتون رو ببافید. ببینید چقدر قشنگ شد. حالا به عنوان هر چیزی شما میتونید استفاده کنید، مثلا تل، گردنبند، دستبند، همجور که بهتون گفتم. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. ممنونم از همراهیتون. تا بعد، خدا نگهدار.